خنده از گریه بهتر است. خنده نشانه خاطرجمعی و سعادتمندی انسان را نشان می‌دهد. خندیدن شخص را از غم و تشویش‌های زندگی دور می‌کند و باید گفت که نه هر یک انسان می‌تواند که با عمل و رفتارش دیگر شخصیت‌ها را بخنداند و اما هنرمندان می‌توانند که با عمل و با انجام دادن کار دیگر شخصیت‌ها را روح بلند بکنند و بخندانند. و باید گفت که در بخش تبسم سحر از حیات و فعالیت یکی از هنرمندان دوستمراد شریفوف با شما همکاران ما معلومات می‌دهند. ایشان نیز هنر و مهارت دارد که دیگر انسان‌ها را می‌خنداند. سلام علیکم. و علیکم السلام. نازیا کاتی. نبخشید شما ماشین خریدین پیاده؟ نه ما پیاده مکان. افسوس. یکی از حجم‌نگاران جوانی صاحب استعداد مردمی جمهوری تاجیکستان دوستمراد شریفوف میباشد. محض میری به اندازه نسبت هنر حجو و تمرین‌های زیاد از اوان مکتبخانه دوستمراد شریفوف میباشد که در هنر حجو او را صاحب موقع و مخلصان زیاد نمود. امروز جانبدار هنر موصوف کم نیستند، چون که با نوآوری‌های پرمحتوا و با اسلوب ملی ایجادی در یک مدت کوتاه جای خود را در صحنه معاصر یافته است. انسان خاکسار و صمیمی بوده در صحبت عادی است. دوستمراد شریفوف 28 نوامبر سال 1984 در دهه سنگتوده ناحیه دنغره چشم به عالم هستی گشوده ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه مذکور میباشد. سال 2001 به دانشکده دولتی صنعت و هنرهای زیبای جمهوری تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده سال 2005 با سر بلند به اتمام میرساند. بعد ختم مؤسسه عالی سال 2008 به صف قوه‌های مسلح رفته ادای خدمت میکند. در چندین فیلم‌ها از جمله آواره عشق، انتظاری، آینه بجلو، جورگی تا آخر، ادب آموز از بی‌ادبان، عشق یتیم و غیره ها هنرنمایی نموده است. اولین استاد خویش در هنر حجو حجم‌نگار شناخته تئاتر استودیوی محفل‌آرا ظفر ظریفی را می‌داند. هیچ خیلی مهمان خونه طوری سرمون چکیده است. کی چکیده را بس میکنم؟ ای برادر او بیرون بارون ای. او ما فهمیدم بیرون بارون. چی در طوری سرمون چتر گرفته خوریم؟ کی چکیده را بس میکنم؟ او ما کجا میدونیم کی بس میکنم؟ شما با ما مراجعت نکنید. او با شما که مراجعت نکنیم؟ با کجا مراجعت کنیم؟ شما میتوانید به مرکز آب و هوا سنجی مراجعت کنین. از دوستمراد شریفوف چنین سوال را پرسان شدیم. هنر حجو با شما چی میگوید که درباره‌اش اینقدر با محبت سخن میگویی؟ نامبرده گفت که هنر انتخاب نمودن برایم شده و الهام میبخشد. از سال 2001 است که با اهل گروه تئاتر استودیوی عربشو کمپانیا صحنه‌های نو حجوی میآفرم. نمیخواهم که از هنرم دست کشیده از دوستانم جدا شوم. همه زحمت و کوشش هایم بهر مخلصانم است و با دستگیری و محبت آنها به مرتبه های ایجادی رسیدم. امروز خوشبخت هستم چون که عائله‌دار و صاحب یک دختر بوده همه نزدیکانم در پهلویم هستند. اینچنین سلامتیشان نیز خوب است. چندین مرتبه به ترکیه، انطالیا، دبی و مسکو سفر کرده صنعت ملت تاجیک را معرفی نموده است. بار ترک صحنه نکرده تا آخر عمر به هنر انتخاب نموده‌اش صادق ماندن می‌خواهد. صحنه نخستین نقش بازیده‌اش در ایام دانشجویی میباشد که بریگاد نام داشت. وقتی که نمایشنامه را نقش آفرین می‌نمایند، دانشجویان و آموزگاران هنرش را خوش می‌پذیرند. بجز حجم‌نگاری باز کارگردان بوده به همه حجم‌نگاران تاجیک دو گرفته ایجادی می‌کند. وقت‌های خالیگی‌اش را به ایجادکاری و کتابخوانی گذرانیده بازی کردن فوتبال را دوست می‌دارد. از تماشا کردن نمایشنامه‌های میستر بین خوشحال می‌شود. دوستمراد شریفوف سلامتی را بایگری می‌داند. تمنای آن را دارد که همیشه تن و جان تماشابینان و مخلصانش صحت و سلامت و شاد و خرسند باشد. عین حال برای خوشحالی راغبان فیلم مضحکاوی مهمان ناخوانده و صحنه‌های حجوی زیاد را آماده کرده ایستاده است. با بیادبی نکوخید. مایلاس یا هم دیر کردن. ساعت 1 در مرکز سر می شود. انا آمدن.
62 62 اومدم. این خواهر تا میبری؟ خود چخلی کنم آقا کامیل جان. پدر و مادرم یه معرکه دیگر رفتن. ایره در خانه تنها مونده نشوه. او تو میدونی که یک روزه که بیادب ایره کجا میبری؟ دیده و دونسته کجا میبری؟ آخه میدونم آخه ایره در خانه میمونی میای خانه را پژر کرده. همه معرکه را بیرون نکردی تی. بیا. ما این سرشی این است. آخه کامیل جان بیا که هم خیره گوده که بشی. میره. بسک نکو خیلی شما جزیره کرده اما خیر کردی دیگه پستاله نکو خیلی آخه مو معرکه لا کسی معرکه پستاله ایسا باقی تنوی همشه تر کردی تنوی کوتا یا خیلی خب انا گایی من رو میکنم اما بچه من دونیسته ایران رو میبرم بچه من میدونم که اینم خیلی خیره گایی من اینه گایی من کن برو خب که سلام علیکم. و علیکم السلام. ناظری را سعدی اسماعیلوف مرحمت راننده یک حجت رو پیشنهاد میکرده. تینجه خواهرجان گریه داری. چی؟ پستالت. ها؟ پستالت. پیستالت؟ فراد! فراد! آکا نه معلوم میشه که شما گودک دزده نه؟ آکا. فراد! آکا دست تا پشتی سر! باشیکم! پستالت من یافتم. چی؟ پستالت من یافتم. ای؟ тамошобинони олиқадр бад ин тартиб расидем ба поёни барнома. аз оне ки тӯли ин соат моро ҳамроҳӣ кардед сипосгузорӣ мекунем ба шумо ва дар интиҳо сарбаландиву хонаободии якояки шуморо аз даргоҳи худованд таманно мекунем. ҳеҷ гоҳ ғамгин мабошед. хушҳолии зиндагӣ бошад ки ҳамеша дунболагири шумо бошад. то дидори навбатӣ дар барномаи субҳи хатланд.